بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. شنوندگان عزیز صاحب دل، ما در هفته پیش دست نیاز به سوی شما دراز کردیم و تمنای ما این بود که درباره برنامه بزم شاعران اظهار نظر بفرمایید تا اگر شما بخواهید این برنامه بماند و اگر آن را ملال‌انگیز می‌دانید برای همیشه با آن وداع کنید. ولی شما شنوندگان صاحب ذوق و صاحب دل با نامه و تلفن آنچنان بر کار ما که جز یک خدمت ادبی در لباس تازه نبود صحه گذاشتید و به ما مهر ورزیدید که من احساس می‌کنم فقط با کوشش روزافزون در بهتر کردن برنامه میتوان به این همه مهر و عنایت پاسخ داد. ما همچنان برانیم که بدان راهی برویم که شما می‌خواهید و باز هم از شما خواهش می‌کنیم ما را در راهی که داریم ارشاد فرمایید و اطمینان می‌دهیم تا روزی این برنامه خواهد ماند که شما بخواهید. قصد ما خدمت است، نه ایجاد ملال. محبت شما مایه دلگرمی ماست و خواست شما مورد احترام ما. باید عرض بکنم که از این هفته برنامه بزم شاعران یک میهمان هفته خواهد داشت و هر کس وجه امتیازی در یکی از مسائل هنری داشته باشد میتواند مهمان ارجمند شاعران باشد. در این هفته میهمان ما همکار عزیز آقای ابوالحسن احتشامی هستند که از نویسندگان با سابقه و نماینده محترم مجلس شورای ملی هستند و بنده ضمن خیر مقدم به این میهمان گرامی اجازه میخواهم خواهش کنم که میزبانان این بزم ادبی یعنی شاعران ارجمند به معرفی خودشون بپردازند. سیمین بهبهانی ارادتمند همه. ابراهیم صحبا. مشفق کاشانی. بنده هم مهدی سهیلی مزاحم همیشگیشون. ضمناً خواننده این هفته ما آقای گلپایگانی و نوازنده ما آقای فرهنگ شریف هستند که در موقع مقتضی از نوای گرم گلپایگانی و پنجه شیرین آقای شریف استفاده خواهیم کرد. اگرچه آقای شریف دنبال روی برنامه ما هستند و باید همراهی کنند شعر شاعران رو و من خواهش میکنم آقای شریف کارشون رو بیشتر با ما ادامه بدن و از اول شروع کنن موقعی که شعر شروع میشه. خب دوستان سلام میدونن که از آقای احتشامی میهمان عزیز خواهش بکنیم صحبتی کنن، خاطره بفرمان و به بزم ما رنگی بدن. بله؟ موافقی؟ آقای احتشامی از لطفتون متشکرم. ولی من خیلی مهمونم نیستم، زیرا سالها با این دستگاه همکاری داشتم و حالا من باب تجدید عهد یکی دو خاطره نقل میکنم. اگه میهمان بودید آقای احتشامی من یه چیزی میگفتم، من شعر معروفو که میهمان راحت جان است ولی کن چون نفس خفه سازد که فرود آید بیرون نرود. خوشبختانه در زیاد دارید. علاوه اگر این خاطره خیلی شیرین هم نبود شما خودتون به حلاوت خودتون بچشید یا ببخشید. خواهش میکنم اختیار دارید. بیانتون شیرین. به طوری که خبر دارید ما سالها اهل قلم و روزنامه‌نویس هستم. 20 سال پیش که در یکی از روزنامه‌های عصر تهران یک قسمتی رو اداره می‌کردم خاطراتی پیش میاد و پیش می‌آمد که بعضی از اونها جالب به نظر میرسه. اگه اجازه می‌فرمایید دیگه نقل بکنم. یک خاطره دارید فقط؟ شاید بیشتر بشه، حالا ببینیم چی از آب در میاد. خاطره بنده اینه که همون زمان مخبر شهری روزنامه عصری با شور و حرارت و هیجانی اومد به دفتر که یک خبر بسیار جالبی از نظر روزنامه آوردم. البته میدونید خبرهای روزنامه از نظر جالبی فرق میکنه. اون روز هم مثل امروز حوادث شهری و اینجور خبرهای سر صدادار خواننده داشت و مشتری. ایشون اومد گفت امروز بعد از ظهر در لیموناد سازی توی خیابان باب همایون حادثه پیش آمد و اون رئیس اون به قتل رسید و عکسی هم لیموناد سازی عکسی هم آورد. بعدش هم نشست با حرارت هرچه تمامتر با تفصیلات شرحی هم نوشت و شرح و تفصیلات به طوری که میدونید آماده کرد و فردا در روزنامه عصر منتشر شد.
چشمتون روز بعد نبینه. بعد از روز بعدش بود که دیدیم یه شخصی رنگ پریده هراسان اومد تو که آقا چرا منو کشتید؟ کی شما رو کشته؟ گفت این خبری که شما دارید اصلا دروغه، اون صاحب لیموناتازی منم. عجب. مدیر روزنامه هم که خیلی دقیق و خیلی هم موشکاف بود خیلی ناراحت شد. فرستاد آقا مخبرم نبود، به هر زحمتی بود مخبر آوردند و مخبرم همینجور خیلی با گردن سرفراز و با اینکه فتح خیبری کرده والد رو گفتش که چی می‌فرمایید؟ گفت این خبری که مدیر روزنامه خیلی خونسرد گفت این خبری که مرحوم اینها اومده شما چاپ کردید این خبر از کی گرفتید؟ گفت قربون رفتم از محل تحقیق کردم، از اون فلان شاهد دارم. 4 نفر شاهد. بله شهادت همه شهدا شهود تمام شهدا. اون مرد که اونجا نشسته بود که قربون من چند روزه که بستگانم رفتن به مشهد و الان روزنامه‌ای که اونجا برسه اینا همه سراسیمه و سرگردون میشن، خط میذارن، مصیبتی وارد. من چجوری بگم من زندم؟ هرچی او خواست که بگوید من زندم و مخبر گفت اشتباه میکنه آقا، این مرده خوش خبر نداره، این مرده خودش خبر نداره. ولی اگه خیلی خنده که ممکنه کمک بگیرید. بسیار شیرین بود و خبر جالبی بود. یه مزبوری به خاطر رسید که موقعی کسی پسرش مرده بود نامه‌ای نشود به دادر سجل احوال که فرزند این جانب خود را عمر خود را به اون اداره محترم بخشیده. میگه عمرشو به شما داد. بله. خواسته به احترام بذاره به اداره، گفت عمرشو به اداره داد. بله این یه خاطره بود از زمان روزنامه نویسی، چون اینجا محفل شعراست و استاد صحبا و سرکار خانم بهبانی و جناب آقای سهیلی و این که قدر ملال انگیز بود. همه بله خب مال نویسنده ها بود، حالا ما شعرا درس می‌کنیم. قهوه گلاب میداد یه چیزی بوی شیرینیجات بفرمایید. بله خب برای روزنامه بیشتر اون حوادث جالبه. حالا ان این خاطره‌ای که ترقم می‌کنم برای شعرا مطلوب باشه. ولی فراموش کردم که آقای مشتاق که تشریف دارند و همه شعرای بنام یک خاطره ای از محفل شعرا بگویم. بسیار بسیار متشکرم. اون وقتا که ما باز شور و سوزی داشتم و به شعر و شعرا خیلی اظهار یأس می‌کنید آقا، احتشام مسکال ندارید مثلا زمان اثر خودش می‌کنه. یه گل از 100 گلتون نشگفته ماشاءالله. تشکر. خیلی علاقه داشتم اون موقع که به این انجمن شعرا برم. یکی از این انجمن‌های ادبی که من میرفتم استادانی شرکت داشتن که بیش از همه که اونجا من تماس داشتم و آشنایی داشتم آقای فرات معروف بود. کمی آقایون شاعر کهنسال. ما در اون جلسه که میرفتیم هر شب که تشکیل میشد یک نفر شاعر می اومد اونجا از قم با عجله و با حرارت یک قطعه شعر میخوند و فردا شرکت میکرد. اتوکار میرفت. اتوکار یه شعر با کرایه 2 سر مثلا. اون وقت از اون اتومبیل‌ها خیال می‌کردن آدم 2 سره کرایه بده یه شعر بخونه بره. از اون اتومبیل سیمیا بود چه اسمی داشت اتومبیل قدیمی. آقا سبو صرف میکنه اینجوری آدم یه شعر بخونه 15 تومن خرجش کنه تا چه شعری باشه قربون. چندین هفته این کار ادامه پیدا کرد بالاخره و البته در وقتی هم شعرش میخوند اغلب اون شعرا و بزرگان قوم خیلی خوششون نمیومد چون سوس بود، اشعارش لطیف نبود، مضامین لطیف بکشی نداشت. مخصوصا فرات خیلی از این موضوع عصبانی ناراحت، ولی هم دو سرش میگرفت و اینو پاکی به سیگارش میزد و سر تکون میداد. تا اینکه یک دفعه این شاعر به زبان اومد و از فرات پرسید قربون آخه من هر هفته میام اینجا، این شعرهای من چطوره، چرا اظهار نظری نمیکنید، به بنده راهنمایی بفرمایید. فرات هم که منتظر چنین فرصتی بود گفت عزیز من شما هر هفته که از قم میایی بهتره برای ما به جای اینکه سوهان روح بیاری یه جمع سوهان قم بیاری. خیلی خوب بود. هر دو بسیار بسیار خوب بود و مثل اینکه ادب اقتضا میکنه که از خانم سیمین بهبانی شروع بکنیم. بله البته شما خانم یه خاطره بفرمایید طبق معمول و بعد یک شعر جدی. اگر اجازه بفرمایید من خاطره رو به صورت یه مناظره که با آقای صحبا داریم بذارم برای آخر برنامه و اما نمیدونم موافقید آقای مشفق؟ اشکال نداره. خیلی خوب حرفی ندارید. پس شعر جدیدتون رو بفرمایید آقای شریف همون پنجه گرمشون رو به کار بندازند و حالی بکنید. بسیار خوبه بسیار خوبه.
اما شعر جدی من هم خودش تقریبا حالت یه خاطره‌ای داره، یعنی به این صورت هست که از کنار یک استخری میگذشتم و این نیلوفرای آبی سفید، نیلوفرایی که تو آب هستن. و شعر شاعر اصلا منبعث از یک خاطر است. البته برای من یک حالت ناپایداری احساسات بشری رو زنده می‌کرد، یعنی تکیه کردن این نیلوفرها روی آب یک حالت بیقراری داشت و من این شعر رو تحت تاثیر اون حالت ساختم. الهام رو از یک نیلوفر آبی. خانم همش پر احساس و شیرینه. لطف دارید آقای صفا، کاش که همه مثل شما تعریف می‌کردن. همه عقیده‌شون اینه. ایشون کافی هستن برای شهر خانم. یک داغ دلبسته است برای قضیه. میفرمایید خانم. نیلوفری که زورق سیمین برآب داشت، نیلوفری که زورق سیمین برآب داشت، جا در 1000 دایره سیم ناب داشت. بر سبزه ها ستاره شبنم دمیده بود، در چشمه ها بلور روان پیچ و تاب داشت. من بودم و تو بودی و آن سایبان سبز، دلهای هر دو حکم روان از شباب داشت. دست نوازش تو روان بود چون نسیم بر سینه‌ای که روشنی و لطف آب داشت. آن بوسه های گرم که بر چهره می نشست کی آبدار بود که شهد و شراب داشت. غربال سبز فام درختان به دست باد، بر ما نثار پول زر از آفتاب داد. تعبیر خیلی تازه. غربال سبز فام درختان به دست باد، بر ما نثار پول زر از آفتاب داشت. می رفت لحظه ها به شتاب و گریز نور، در خاطرم گذشت زمان کی حساب داشت. عشقی که در شکوه به خورشید خنده زد، دیدی که در گریز نشان از شهاب داشت. گویی خیال بود وصالی که داشتیم، بیداری گذشته ما رنگ خواب داشت. می گفت شرح سستی بنیان عشق ما، نیلوفری که زورق سیمین برآب داشت. بسیار بسیار لطیف بود خانم بهبانی. حالا ریاست سنی با آقای صهباست. بله آقای صهبا. البته بنده که قبول ندارم، حالا آقایان میفرمایید ناچارم. خواهش میکنم آقای صهبا سرکار هم خاطری بفرمایید، شعری بفرمایید با لحن گرمتون. عرض کنم بنده خیلی خوشبختم که این بزم شاعران تشکیل شد و مخصوصا دوست عزیز شاعرم آقای مهدی سهیلی این برنامه گرمی اداره میکنن که ماها هم به خواهش میکنم من اینجا هیجان آوردن خدمتگزار یا مخصوصا که جناب آقای احتشامی را هم که هم از دوستان هممون هستن و هم نویسنده بسیار معروفی هستن در این بعد دعوت کردن و بسیار مجلس گرمی است، به خصوص که با در خدمت آقای مشفق کاشانی هم هستیم و شاعر لطیف طبع سیمین خانم و ساز آقای فرهنگ شریف و آواز آقای گلپایگانی هم که انشاءالله بعد خواهیم شنید. در هر صورت بنده برای اینکه این بزم خیلی دوست دارم، وقتی که آقای سهیلی از من دعوت کردن با کمال اشتیاق پذیرفتم و باید گفت در کوی سخندانون گر انجمنی باشد
جمع است در آن هر جا شیرین سخنی باشد. این شعر و غزل خواند اون قول و مثل گوید. الحق که چنین مجلس خوش انجمنی باشد. شیرین سخنان شهر آیند چو گرد هم. حیف است اگر خالی از سیم تنی باشد. اما راجع به این که فرمودید تو ریاست سنی دقیق شما هم درست نبوده چون سیمینتنی هم هست. بله در صورت هم سیمینتن است هم سیمه بهبانی است. نور علی نور حدس بنده بس درست بوده. اما این که فرمودید ریاست سنی، کلمه ریاست البته خوشاینده اما سنیش مقداری مثل این که خب یعرف المجرمون به سیماهم ما خب ریاست هم بیسن که نمیشه. بنده راجع به این موضوع هم قبل از این اون شعر جدی که برای این برنامه آماده کردم بخونم 2-3 خطه که جواب فرمایش آقای سهیلی است. با اجازه میخونم. اگر که عمر دراز و اگر که کوتاه هست، خوشون که سال و مه او به وفق دلخواه هست. 2 عمر باشد در زندگی خلایق را، که فرق این دو شناسد کسی که آگاه است. یکی است عمر تن و دیگری است عمر روان، کسی که این دو به یک چشم دید گمراه است. چو عمر روح من افزون ز 20 نیست، چه غم اگر که عمر تن من قرین 50 است. شکست نفسی تخفیف دادن. شکست نفسی فرمودن 30 سال تخفیف دادن. خب خیلی سنی هم فرمودید و حالا چون موقع دریا و موج و عرض کنم که این هاست فلاژ هست، این فصل بنده شعری که برای دریا و برای موج ساختم شاید کمی هم آموزنده باشه. شما خاطرتون رو نفرمودید؟ اجازه بده خاطر باید بگم. حالا اول خاطره بود بفرمایید. خیلی خوب فرق میکنه. عرض کنم چند سال قبل بنده سفری به بابلسر کرده بودم. وقتی وارد مهمانخانه شدم موقع نهار بود، خیلی شلوغ بود، جا نبود. بعد یک میز 6-7 نفری عده خانم و آقا نشسته بودن. مرد محترمی بلند شد و خیلی نسبت بنده احترام کرد و به اصرار بنده رو سر میز خودش برد. البته بنده خیلی خوشحال شدم برای اینکه جا نبود. اون آقام خیلی نسبت من محبت کرد. وقتی هم رفتیم بلافاصله ما رو خیلی سنگین برداشت کرد و نمیدونم اون حرفایی که نسبت به همه معموله، همه شعرا میگن استاد و اینها، و خلاصه ما رو بالا نشوند و بلافاصله هم غذای چرب و نرمی که سر میز بود بازم دستور داد و انواع و اقسام مأکولات و مشروبات برای ما آوردن. چجور معرفیتون کرد؟ حالا بفرمایید. حالا عرض میکنم. بعد خیلی در صورت به بنده خوش گذشت که در اون بیجا و مکانی یک همچین میز مجللی نصیب ما شد، اونم مجانی. بعد با احترامات فارغ. اما به شرط تمام تو عواقب نداشت. حالا اجازه بفرمایید ببینید. بعد وقتی که بنده به دسر رسیده بودم اون آقا بلند شد و گفت که واقعا این استاد ابوالحسن ورزی بسیار شاعر بلندپایه. خیلی تعریف زیادی از ورزی و گفت بله ایشون مرد بسیار خوبی است، شاعر خوبی، زبان میدونه. خیلی ازشون تعریف کرد. از مکارم زیاد گفت. بندم تصدیق میکردم، همه اون حرفا رو تصدیق میکردم. بعد که نوبت بنده رسید بنده گفتم که آقای ورزی نه تنها این فضائل دارن بلکه موسیقی هم خوب میدونن، بلکه قاضی خوبی هستن و از این قبیل. همه تعجب کردن که بنده به جای شکست نفسیشو تأیید میکنم. اما بنده گفتم متاسفانه اون مرد خوشبخت بنده نیستم، اون جناب آقای ابوالحسن ورزی فقط تهران تشریف دارن. بنده اسمم ابراهیم صحبا و با ایشان دوستم، مناظره داریم، گاهی اشعارمون با هم چاپ میشه، ولی اون شاعر منظور من نیستم. البته مجلس خیلی گرم شد و خندیدن و میزبان گفتن آقا فرق نمیکنه، شاعر جنابالی هم مثل ایشون یک یه ورزی دیگه چه فرق میکنه. گفتم در صورت اگر منظورتون شاعره بنده هم شاعرم، ولی اگه منظورتون آقای ابوالحسن ورزی است عوضی گرفتید دستور مفتی دادید. بنده گفتم که خب حالا اول نشناختید که بنده ورزی هستم، وقتی که سفره برچیده شد چطور نشناختید؟ گفتم مگه ایشون به یک پرس و 2 پرس خانه هستن. بنابراین اگر اول نشناختید بعد چرا نشناختید؟
البته همه خندیدن و گفتن پس خوب به خیر گذشته، ولی هممون گرسنه مونده بودیم. گفتم ممکنه بعضی هم در خطر بودید اصلا. در صورت خیلی اون روز خوشی گذشت و من گفتم در مقابل خجلتی که بنده کشیدم که سور عوضی خوردم، خواهش میکنم که پیش خودمون بمونه. اگر به گوش استاد برسه که بنده به جای ایشون سور خوردم، ممکنه با بنده سالها قهر بکنه و کینه شکم هم معروفه و نفاق ما بین ما بیفته و اصلا ممکنه برای ایشون هم خطر داشته باشه که بفهمن که بنده جای ایشون سور خورده. در صورت قول دادن، اما وقتی که به تهران رسیدم روز دوم دیدم آقای ورزی برافروخته آمد پیش من که آقا من انتظار نداشتم که تو به جای من خودت قالب بکنی و سور بخوری و سور قصبی. گفتم آقا سور قصبی نبود، مال خودم بود. قصبی هم گفت این چیز اشتباه طرف بوده، به جناب عالی مربوط نیست. در هر صورت گفت فایده نداره، با سور من پس بدی. ناچار شدم یک سور ورزیانه که عبارت از 4 پرس باشه بیشتر ایشون تقدیم کردم. بعد هم برای اینکه اشخاص دفعه به اشتباه نیفتن که ما یک مختصر گوشی داریم و با ایشون اشتباه بشیم و شعری میگیم و مناظری داریم عوضی نگیرن، من یه نشانی از ایشون دادم که رفقای دیگه اگه بخوان مهمون کنن ایشون بشناسن که دیگه بعد پشیمون نشن. گفتم که ای که از ورزیز من پرسی گه و بیگه نشان، این نشانی بشنو از اون شوخ طبع نکته‌دان. وزن او باشد ز یک خروار قدری بیشتر، اشتهای او فراوان است و طبع او روان. بسیار گویا شعری هم از خودتون است که من شنیدم 7 مرغ پخته را ورزی بخورد، ما هنوز اندر پی یک جوجه ایم. من حالا امیدوارم که شاعر گرامی آقای ابوالحسن ورزی این مضمونی که براشون کوک کردی شنیده باشند و در بزم دیگری که شاید به زودی تشریف میارند جواب شما رو بدن آقای سرباز. انشالله. شاید ایشون الان بگن شما تنها به قاضی رفتید. اینطورم هست. ما که طرز تغذیه شما رو ندیدیم، ایشون باید بیاد. دست کمی هم ندارن. امتحان بفرمایید خب امتحان بفرمایید. خب حالا نوبت شعر جدیدتون آقای سرباز. بله این شعر راجع به چون فصل دریاست. بله. به نام دورنمای موج. بله. ناگه ز دور موج گرانی شود پدید، جوشان و پرشتاب و خروشان و سهمناک. چون در کران بحر به دریا کنی نگاه، گویی که هست موج گران قاصد هلاک. چون دیو برخروشد و کف بر لب آورد، دیوانه ای بود که تلاشش هدر شود. اما هر آنچه آید و نزدیکتر رسد، خشمش فرو نشیند و آرام تر شود. بسیار کم کم دهان به خنده کند باز و بشکفد، شوخی کنون دود به یمین و یسار تو. اون موج هولناک که دیدی ز راه دور، آهسته بگذرد چو نسیم از کنار تو. بسیار لطیفه. ناگه ز دور موج گرانی ز رنج و غم، در عرصه حیات به سوی تو رو کند. سنگین چو کوه و خانه برانداز همچو سیل، و اندر میان خلق تو را جستجو کند. گویی نهنگ مرگ دهن باز کرده است، آید ز راه دور به قصد هلاک تو. دل در برت تپد که چنین موج سهمگین، کی رحم می کند به دل دردناک تو. کم کم شود ملایم و تندی فرو نهد، پیک خروش و خشم شود قاصد سرور. آهسته بگذرد چو نسیم از کنار تو، اون موج هولناک که دیدی ز راه دور. بسیار امواج حادثات به دریای زندگی، از دور هست کوه و ز نزدیک چون نسیم. بس مرد ساده دل که چو موجی عظیم دید، جان باخت در کرانه دریا ز هول و بیم. دل را نگاه دار و مشو بی سبب ملول،
روزی اگر که خشم کند بر تو روزگار، گر مشکلی زمان تو را پیش آورد، سرپنجه زمان بگشاید گره ز کار. بسیار بسیار آموزنده هم بود برای کسانی که گاهی ناامید هستند و خیلی شعر امیدوار کنند. خیلی متشکرم. بسیار. خب آقای گلپایگانی نیمی از شعرا شعر خوندن، خاطره گفتن و خیال میکنم که شنوندگان الان میل داشته باشن که آواز شما رو بشنون و حیف شما اونطور ساکت در گوشه بزم ما نشسته باشید و ما استفاده نکنیم. خواهش میکنم. اگه اجازه فرمایید، چون این مجلس حالیه، خواهش میکنم من یه غزلی از خود شما خیلی خیلی متشکرم این غزل بخونم و این خوندن من غیر از هم خوندنای همیشه است. ها سبک تازه است؟ نه عرضم حضورت هر تازه مجلسی هستم که سراپار حاله، باید یک چیز با حالی باشه. آفرین خیلی متشکرم. آقا شریف خواهش میکنم یک زبانم را نمیفهمی، زبانم را نمیفهمی، نگاهم را زشکم بی خبر موندی، آهم را میبینی، جایا آفرین آقای گلپایگانی. ساز خوش و آواز خوش دارن هر یک لذت. سخنان خفته در چشمم، نگاهم صد زبان دارم، سیاه چشمام مگر طرز نگاهم را نمیبینی، جانا
خیلی خوب. بگیرم که آقای مشفق هم تو حالم. سیه مژگان من موی سپیدم را نگاهی کن، سپید اندام من، سپید اندام من، روز سیاهم را نمیبینی. آفرین آفرین آفرین. حالی کردیم. بسیار گناهم چیست جز عشق تو، روی از من چه می پوشی، مگر ایمان مگر ایمان چشم بیگناهم را نمیبینی. جای مگر ایمان چشم بیگناهم را نمیبینی. بسیار عالی. من از شما متشکرم آقای گلپایگانی که به شعر من رونق دادید با آواز عالی و گرمتون. بله. خب حالا دیگه نوبت آقای مشفق کاشانی است. خب حضرت مشفق، آواز آقای گلپایگانی رو شنیدید، ساز گرم آقای شریف رو شنیدید، لذت بردید هم از آواز گرم آقای گلپایگانی هم از ساز گرم آقای شریف. و حالا دیگه اگه سر حال هستید خاطری بفرمایید و شعری. تا با اجازهتون من خاطره‌ای که ندارم ولی یه خاطره بسیار کوچیکی هست، فکر میکنم معنن باید بزرگ باشه. بله شاعر که بی خاطره نمیشه. بزرگ عرض میکنم که چند سال قبل از این بنا به توصیه چند نفر از دوستان، چون خانم بنده مبتلا به پادرد هست. صحیح، خدا انشالله شفاشون بده. متشکرم. عده‌ای از دوستان توصیه کردن که ما با گرم و معلات بریم. ما بار سفر رو بستیم و رفتیم. 5-6 روزی خانم رفت تو آب اومد بیرون و خلاصه پاش خوب نشد.
بعد به ما اصرار شد تو هم برو از این آب استفاده کن. گفتم پا تو درد میکنه. پای تو درد میکنه من برم نیست. گفتم نه اشکال خوب بود. بنده هیچ طوریم نبود. خب بنده چند دفعه رفتم از آب استفاده کردم، وقتی اومدم بیرون دیدم پای بنده درد گرفت. پای خونم خوب نشد. پای سالم درد گرفت، پای دردی خوب نشد. من به لازم آبگرم گفتم البته مخاطب در این رباعی آبگرم محلات میخونم در این چیز. میگه ره سوی، گفتم که ره سوی تو ای آب زن و مرد گرفت، گرمی تو ولی دمت مرا سرد گرفت. آفرین. میخواستمی که پای او گردد خوب، او خوب نگشت و پای من درد. آفرین. خواجه سرورم بفرستید. کوتاه و مستدل و گرم و شیرین بر. خب حالا شعر جدیدتون هم بفرمایید. که بله، شعری که بنده میخونم عنوانش دیگر نمیخواهم هست. با اجازهتون. دیگر نمیخواهم. حالا چی رو نمیخواهید نمیدونم، با چه آدر دل آورد. البته آب گرمم روش. دیگر نمیخواهم که در این پرده رنگ نقش آفرین سرگذشت خویش باشم. دیگر نمیخواهم که در گلگشت گیتی افسانه مرغان مرگندیش باشم. دیگر نمیخواهم که با افسون این چنگ در نغمه جادویی بیاموزم سخن را، در تار و پود ساز هستی خانه سازم، رنگین کنم از شور مستی انجمن را. دیگر نمیخواهم که از عشقی توانسوز طبع غزل پرداز شورانگیز گردد، در محفل اندیشه خودکامه‌ای چند جام هوس از شعر من لبریز گردد. دیگر نمیخواهم غزال شعر نغزم سر در کمند هر کس و ناکس گذارد، دست تمنا آسمانی گوهرم را نشناخته در دامن هر خس گذارد. دیگر نمیخواهم در این گرداب اندوه موج گوهر بر دامن دریا فشانم، با شعله‌های آه سرکش از دل خاک تیر بلا بر دیده اختر نشانم. دیگر نمیخواهم که در آیینه جام نقش خیالانگیز او تصویر بندد، در پهن دشت عمر این فریاد شبخیز راه نفس بر ناله شبگیر بندد. بهتر که با بیگانگی زین آشنایان بگریزم و زین پس ره دیگر بگیرم، داغ جنون در لاله خورشید ریزم، از خون رنگین شفق ساغر بگیرم. بهتر که در غوغای این تاریکی ژرف لب بندم از گفتار و بی پروا نشینم، چون حلقه آه سحر از سینه شب برخاسته در عالم بالا نشینم. سر در گریبان مانده‌ای سرگشته حالم، دیگر از این سر در گریبانی چه حاصل؟ گیرم پشیمانم پشیمانم پشیمان، دیگر مرا از این پشیمانی چه حاصل؟ من قصه اندوهبار قرن خویشم، من داستان محنت آلود زمانم، من ساز شورانگیز دور روزگارم، من ناله دستان سرایی بینشانم. تاوار هم زین ماجرای زندگانی آسوده از تشویش نوش و نیش باشم، دیگر نمیخواهم که در این پرده رنگ نقش آفرین
سرگذشت خویش باشد. آفرین بسیار عالی. ساز شورانگیز خاموش باشه. انشالله که حالتون حالا خلاف این باشه و سردماغ و شاد و شنگول باشید انشالله. آبگرم نمیرن انشالله. حالا نوبت بنده رسیده، ولی حق این است که قبل از بنده شما مناظره که داشتید خانم بهبانی بفرمایید و تا بنده مطلب کوتاهی عرض بکنم. مطلب فرمودید که مناظره با آقای صحبا داشتید. بله، مناظره چند سال پیش داشتیم با آقای صحبا. البته من یک غزلی داشتم که این غزل خیلی سر زبونا افتاد. اسمش چی بود؟ دیوانگی. و این غزل رو که ساختم یه جوابی آقای صحبا برای این غزل ساختن و من که تازه خدمتشون رسیده بودم، البته قبلا خیلی به اشعارشون ارادت داشتم، اسمشون هم شنیده بودم، ولی تازه خدمتشون رسیده بودم، برای من خیلی تازگی داشت اینطور جواب دادن و منم یه جوابی دادم. حالا غزل اینطور هست، من خواهش میکنم جواب خود آقای صحبا بخونن و بعد جواب خودم هم خودم اول شتون بفرمایید که چی بره. اول دیوانگی رو بفرمایید. دیوانگی رو همیشه میکنیم، حالا امروز به خصوص. یا رب مرا یاری بده تا خوب آزارش کنم، هجرش دهم زجرش دهم، خارش کنم زارش کنم. در پیش چشمش ساغری گیرم ز دست دلبری، از رشک آزارش دهم و از قصه بیمارش کنم. شاعر مردم آزاری میگن. بندی به پایش افکنم، گویم خداوندش منم، چون بنده در سودای زر کالای بازارش کنم. این غزل معروفی هم بوده. البته حالا همه غزل نمیخونم، چه بکنم خیلی اذیتش بکنم اذیتش باشه، بعد زجر ناراحتی شکنجه، چون بعد برم و خلاصه گیسوی خود افشان کنم. دعاتون مستجاب تقریبا مرتب اذیتش میکنی؟ مرتب مسئولم. گیسوی خود افشان کنم، جادوی خود جریان کنم، با گونه گون سوگندها بار دگر یارش کنم. چون یار شد بار دگر کوشم به آزار دگر، تا این دل دیوانه را راضی ز آزارش کنم. پس بفهم بار دیگر اگه قافیه آرام بود بار دیگر خامش کنم، چون پولش بزنید در من و فریبش بدید. بله. بعد وقتی این غزل شیوای خانم سیمی بهبانی رو که سالها بشه ازشم دیدم نتونستم جواب ندم. خب چی جواب کنم که البته با این شرایطی که ایشون گفتن، نه تنها من بنده خیال میکنم که احدی حاضر باشه واقعا زیر بار این همه تحمیلات بره. چرا تو سر جنس میزنین آقا صحبا؟ اما اگه خربوزه میخوره با لرزش هم میشینه دیگه. بنده اینطور ساختم: یارت شوم هرچند آزارم کنی، نازت کشم ای گل اگر خارم کنی. گرانیم از کوی خود ور باز خوانی سوی خود، با قهر و مهرت خوشدلم هر اشوه در کارم کنی. بر من پسندی گر ستم، بر جان خرم اندوه و غم، باشد شفا بخش دلم که از عشق بیمارم کنی. شوریده ای آزاده ام، مهنت کشی دل داده ام، آماده ام تا با بلا یارم کنی. شمع شب تارم شوی خود هم گرفتارم شوی، یارم شوی بی اون که آزارم کنی. بسیار بله. تا ایشون بفرمایید. حالا شما چی فرمودید؟ اما من جوابی دادم تحت عنوان خواب پنبه‌دانه. صحیح. ولی خواهش میکنم یاد اون ضرب المثل شطور در خواب بیند پنبه‌دانه نیفتی. سر میشنویم میبینیم قضاوت میکنیم. بعد گفتی شفا بخشم تو را و از عشق بیمارت کنم، یعنی به خود دشمن شوم با خیشتن یارت کنم. گفتی که دلدارت شوم، شمع شب تارت شوم، خوابی مبارک دیدی ترسم که بیدارت کنم. بازم خواب میبینم. همه خوب. همین آقای صحبا چراشون عالی بودم شما و مناظره لطیفی بود. خب بنده یه خاطری عرض میکنم. ما کارمون به عکس، خاطرمون یه خود طولانی تره، شعرمون کوتاه 4 بیته.
عرض میشه بنده در حدود 10-12 سال پیش به اصفهان رفتم و ناشر محترمی به من گفتش که در زمینه طیبت و مزاح و کمدی کتابی برای من بنویس و آمد و 1000 تومان پول به من داد. گفت اینم که حق و تألیف قبلا من میدم. من گفتم این کتاب تا 1 سال دیگه دست شما میرسه و چاپ میشه و آمدیم تهران. رو تعلل و روح شاعرانه 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 7 سال خلاصه 10 سال طول که این شعر چاپ شد و در نثری بنده نوشتم در زمان عقد قرارداد فرزند ناشر طفل شیرخوار بود و در زمان انتشار کتاب جوانی برومند و سبیلدار. کی می اومد گفت کتاب کو؟ من گفتم که چشم فردا ارادتمندم اطاعت میکنم. بعد رو بدقولی خودم حمله به خودم کردم، یه شعری ساختم و اینو عرض میکنم به عنوان خاطره. بفرمایید. من کیم؟ بدقول مردی همچو دیگر شاعرانم، در سخن جادوگرم عبرت فزای ساحرانم. با زبان افسون کنم هر آدمی را با وعیدی، قول من مشنو که خود سردسته افسونگرانم. بسیار سست عهدی کفر اگر باشد به دینداران بگویید، من بدین خوی پلیدم پیشوای کافرانم. نیستم بدقول تنها با رفیقان سبیلو، با همه زیبا پرستی این چنین با دلبرانم. نیک مردی در سپاهان گفت با من روزگاری، اسمشم آقای نویدی بود. نیک مردی در سپاهان گفت با من روزگاری، من نویدی هستم و در این بلد از ناشرانم. خلاصه با این شعر هزار گر مرا با یک اثر گر مرا با یک اثر از خیشتن خرسند سازی، ارمغانت میکنم یک بدره از سیم و زرانم. وعده دادم تا نویسم بهر او شیرین کتابی، تا بگویند آفرین از باختر تا خاورانم. لیک با این وعده ام انداختم او را به پیسی، زان که چندی خشک شد جوشنده طبع بیکرانم. تنبلی کردم قلم بر صفحه کاغذ نبردم، عاقبت دانست من سرحلقه تن پرورانم. هر زمان گفتی کتابم کو، به پاسخ می سرودم خادمی از خادمانم، نوکری از نوکرانم. چکش یاداوری از بس که میزد بر سر من، این زمان سندانم و در دکه آهنگرانم. گفتمش روزی که ای جانم فدای خلق و خویت، کم به لبخندت فرو کن بر رگ جان نشترانم. ای نویدی تا به کی از گفته من ناامیدی، بد ندیدی تا بدانی نیکتر از دیگرانم. من به بدعهدی اگر همپایه شمر و یزیدم، در سخن پرداختن هم رتبه پیغمبرانم. ای نویدی بهر شاعر ناز کم کن، اشوه کم کن، گر تو شاه ناشرانی من خدای شاعرانم. بله. و حالا چند بیت جدی میخونم. عنوان این شعر نگاه کن. موی سپید و بخت سیاه هم نگاه کن، سوز مرا به شعله آهم نگاه کن. گفتی مرا که شام تو چون بگذرد به هجر، شام مرا ز روز سیاه هم نگاه کن. بر درد من ز حالم اگر پی نمیبری، بر گریه های گاه به گاه هم نگاه کن. تا 100 سخن به نیم نگه بازگویمت، تا 100 سخن به نیم نگه بازگویمت، ناز آفرین من به نگاه هم. بسیار متشکریم. شنوندگان عزیز و صاحب دل و گرانمایه، برنامه بزم شاعران به همین جا پایان میپذیرد و بنده به اتفاق خانم سیمین بهبهانی و آقایان ابوالحسن احتشامی، ابراهیم صحبا، مشفق کاشانی، اکبر گلپایگانی و فرهنگ شریف از همه شما خداحافظی میکنیم و در انتظار اظهار نظرهای مجدد شما هستیم. روز بخیر.